ای اهل ایمان، یهودیان و مسیحیان را تکیهگاه خود انتخاب مکنید. آنها اولیای یکدیگرند. بدانید هر کس آنها را تکیهگاه خود قرار دهد از آنهاست و قطعا خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. اما کسان دیگری را می بینی که در قلبهایشان بیماری است و در دوستی و تکیهگاه قرار دادن اهل کتاب بر یکدیگر پیشی می گیرند و می گویند می ترسیم برای ما اتفاق بدی بیفتد. امید است که خداوند بزرگ پیروزی یا معجزه‌ای بیاورد تا این گروه ناسپاس از آنچه در دل می پروراندند پشیمان شوند. اهل ایمان گویند آیا اینان همان کسانی اند که شدیدترین قسمها را به خدا می خوردند که همواره با شمایند؟ اعمالشان تباه شد و زیانکار شدند. ای کسانی که به حقایق ایمان دارید، هر کس از شما از دین خود برگردد بر خداوند باکی نیست. به زودی خدا جماعتی را بیاورد که دوستشان بدارد و آنها نیز خدا را دوست بدارد. جماعتی که در برابر اهل ایمان متواضع‌اند و در برابر کفار ناسپاس سرسخت و نیرومند. کسانی که در راه خدا جهاد کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسند. و این فضل و رحمتی الهی است که به هر کس صلاح